کدام پادشاه هم قاضی بود، هم بانکدار و هم پادشاه؟ دیاکو پادشاه مار. کدام فرقه از مسلمانان به مکه حمله کردند و سنگ حجرالاسود را ربودند؟ قرمطیان. کدام پادشاه پرتغالی ها را در جنوب ایران شکست داد؟ شاه عباس اول و بعد از شکست پرتغالی ها بندر گمرون رو به بندر عباس نامگذاری کرد. کدام پادشاه 11 سال بیوقفه در جنگ بود و استراحت نکرد؟ نادرشاه افشار. فاجعه بارترین شکست رومیان در ایران؟ شکست کراسوس در نبرد حران توسط سورنا سردار اشکانی. نامدارترین دریانورد زن در تاریخ ایران؟ آرتمیس هخامنشی. کدام پادشاه به جای برده‌کشی به کارگران دستمزد و بیمه داد؟ داریوش بزرگ. کدام پادشاه چینی‌ها، سلوکیان، اعراب و سکاها را شکست داد؟ مهرداد دوم اشکانی و بزرگترین قلمرو اشکانیان رو ساخت. قلمرو هخامنشیان در برگیرنده چند کشور امروزی بود؟ 42 کشور. درگیری یک روزه صدام حسین و محمد رضا شاه چه نتیجه‌ای داشت؟ با شکست کامل صدام حسین در 6 ساعت به پایان رسید.